سلام دوستا، امید که جور سر حال باشین. از این بعد شما میتونین که از چت جی پی تی در واتساپ استفاده کنین، یعنی چت جی پی تی را به واتساپ تان وصل کنین و داخل واتساپ تان از مزیت هایی که چت جی پی تی داره شما استفاده کنین. دیگر نیاز نباشه که شما داخل اپ چت جی پی تی شوین، داخل وبسایتش هر چیزی را که خواسته باشین در این قسمت تایپ کنین و ازش بگیرین. از این بعد شما میتونین که واتساپ تان را یا چت جی پی تی را به واتساپ وصل کنین و از هر مزیتی که چت جی پی تی داره ازش استفاده کنین. چطوری وصل میشه؟ به خاطر وصل کردنش کافی از شما همین تلفن گوشیتان رو باز کنین، در قسمت شماره گیریش شماره چت جی پی تی را در اینجا وارد کنین. شماره چت جی پی تی را دوستا ما اینجا وارد میکنیم. این شماره چت جی پی تی است، شماره رسمیش است. این را شما باید روی موبایلتان سیو کنین. من را سیو میکنم، با هر نام دلخواهتان باید را سیو کنین. نامش را سیو میکنیم به نام چت جی پی تی. بعد از اینکه سیو کردیم دوباره میریم داخل واتساپ، یعنی دیگر نیاز به برنامهش نداریم. داخل واتساپ میشیم و بعد از اینکه داخل واتساپ شدیم از این قسمت پایین یک گزینه پلاس اینجا مشاهده میکنین، آیکن ارسال پیام است. از اینجا مخاطب انتخاب میکنین. وقتی که مخاطب را انتخاب کردین در اینجا چند لحظه سفر را رفرش کنین یا منتظر باشین از این قسمت بر شما چت جی پی تی نشان داده شود. خب اینجا با سفر را رفرش میکنم ببینیم چت جی پی تی میاد یا نه. اینجا مشاهده میکنین چت جی پی تی بر ما آمد. فقط روی چت جی پی تی کلیک میکنیم. به حیث یک مخاطب است، هر زمانی که شما از یک کوشن یک سوال ازش می داشته باشین بر شما جواب میده. بر شما یک سوال میکنم ازش، یک سلامی برش ارسال میکنم که بر من جواب میده یا نه. دیگر نیاز نیست که شما برین از اپش استفاده کنین. این قابلیت تازه اضافه کرده و از این شمارهش توسط اد کردن یا وقتی که شما با مخاطبات اد میکنین از این میتونین دیگر به حیث امون هوش مثلا استفاده کنین. خب دوستا، اگر ویدیو کاربردی بود و ویدیو مورد پسندتان قرار گرفت ویدیو را لایک کنین و به خاطر دیدن چنین ترفندها چنل را سابسکرایب کنین. همچنین ترفندهای زیادی در داخل چنل خود آپلود کردیم. یک بار داخل چنل شده و ویدیوهایی را که آپلود کردیم میبینین. تا ویدیوهای بعدی بدرود.